آبجو با قند خون چیکار میکنه؟ دیروز یه نظرسنجی کردیم که حدود 1000 نفر شرکت کردن، هر 10 نفر یک نفر گفتن آبجو. ما هم رفتیم یه آبجو تلخ خریدیم ایرانی که ببینیم این با قند خونمون چیکار میکنه. قند خون اولیه‌م اینه که میذارم این پایین. سلامتی. آبجومون هم تموم شد. من جوری ریخته بودم که فیکس اندازه یه دونه قوطی توش آبجو باشه. بریم ببینیم که این با قند خونمون چیکار میکنه. خب 2 ساعت یا نه حتی 3 ساعت از خوردن آبجو بدون الکل تلخ میگذره. قبلش با توجه به بچه‌ای که خود محصول داده من 330 میلی لیتر مصرف کردم که کالریش میشه 60 و حدود 15 گرم کربوهیدرات داده. بریم ببینیم روی نموداری که سنسور بهم میده با قند خونم چیکار کرده. اینجا میذارمش. چیزی که مشخصه روی نمودار تا 160 70 قند خون منو برده بالا. هر تلخی بدون قند نیست. اینم از اون نوشیدنی‌های تلخیه که خیلی با مراعاتشو بکنید. قطعاً میوه‌اش اوضاعش خیلی بدتره. برای افراد دیابتی که فکر کنم کلا ممنوعه. برای افراد پیش دیابتی و اونایی که مشکل قند ندارن